به نام خداوند مهربان، هموطنان و بینندگان گرامی، به برنامه ما 22 گپ خوش آمدید. حالا میریم به دنبال اخبار و حوادث امروز که بر سر ملت تاجیک آمده است، چی در وطن و چی در خارج از کشور. وزیر تندرستی تاجیکستان در نشست خبری یکی از ژورنالیستان سفینه با اون سوال میکند، با غضب طرف اون خطاب میکند، میگوید که شما به پول هیچ کاری انجام نمیدید و همیشه شما دخترکان فقط بر خاطر پول رکلام کردن خود پول میدهند و نادانسته وزارت تندرستی را مورد انتقاد قرار میدهند. واقعا هم نگاه کنیم، ژورنالیست تاجیک بگذار این مستقل که رسانه‌های مستقل درست است، ولی حتی همون رسانه‌های دولتی آیا حقوق اون ژورنالیست ها حفظ می شود؟ برعکس اون بیچاره اونا مشکل دارد و اون نصرت الله سلیم زاده این وزیر تندرستی باید این رو هم درک کند که یکی از کاربران با اون گفته است که وزیر محترم در کامنت در زیر این خبر گفته است که وزیر محترم و مهربان یک بار بر روی خط نهادهای فساد زده در اگنتی ضد کروپسیا نظر میکردید خوب میشد. یک بار شما وقتی که ما را، یعنی این ژورنالیست میگوید وقتی ما را شما تهمت میکنید، یک بار همون ساحه خود را ببینید که در واقعا در نهادهای دولتی بلندترین جای، یعنی از همه رشوه خوارترین نهادی بهداشت است متاسفانه. و بعد اون باید وزارت معارف، یک دو نهاد بخشی مهمی که با مردم همیشه سر و کار دارد. مردم در از این فساد زدگی این دو نهاد واقعا اذیت‌های زیادی میکشند. مسئله دیگر هم هست، اینجا انتقاد کرده است که شما به خاطر پول کسانی را تبلیغ میکنید، رکلام میکنید که اصلا اونها دکتر نیستن، این باید شما اینا چیز کنید، اونها بیسواد هستند. این واقعا این گپا را گفته است در اینجا وزیر محترم. فکر نکرده است که این باز به خودش برمیگردد. دکتری بیسواد در ساحه تندرستی چی جایگاه دارد؟ پس این مشکلی شماست که دکتران بیسواد تربیت کرده. دوباره این را هم باید مثلا درست نگاه کنند و اون بیسواد به چه خاطر اونجا پیدا است. باز هم یا با رشوه است یا با معلوم است دیگر. واقعا مصیبت همیشه وقتی که در دهه‌مون وقتی که یک نفر کسل می شود، همون مردم می روند به سوی دنبال همون طبابت‌های مردمی که هست سنتی و دیگر. من همیشه می گفتم که این کار خوب نیست، ما باید هر چیزی شد باید به دکتر مراجعت کنیم، دکتر باید همین. بعد مردم گفتن که باش، کمتر در تاجیکستان باش، برو یک بار شما ببینید بعد میگویید. وقتی که چی مشکلی شد رفتم این دکتر یک انمه قدر لیستی کلان رو نوشت، ای دارو او دارو، برای نمیدونم یک کسلی خورده بود، باز مرا میگه که این رو رفته از فلان اپتیک بخر، داروخانه بره بخر. پس گفتم که این مردم بیچاره. پس وقتی که شما این فساد زدگی در بخش شما هست، مردم میروند به اون طرف به توبت‌های سنتی، یا حدی اقل مردم دیگر نه اونش میروند نه اینش. در حالی که در دنیای حاضره باید واقعا همه چیز باید به مردم مراجعه، به بیمارخانه ها مراجعت شود. یعنی اینه که فعلا میگویند که فلان مولای طبیب و جادوگر اینا را خپیدم، یکی از سبب‌های اصلی که مردم مراجعت به اون مولاها و به اون جادوگر یا که طبیب ها میکنند این است که وزارت تندرستی اون وظیفه‌ای که باید انجام میده انجام نمیدهد. پس نباید بیچاره تنها شیخ تیمور یا فلان مولای بیچاره را تنقید کرد. این وزارت رو هم باید دید که در این مسئله، در این بحران، در این قضیه قضیه دیگر هم هست. وقتی که یک دکتر از شیخ تیمور هیچ فرقی نداشته باشد، بله، و چی فرقی میماند بین شیخ تیمور و بین یک دکتر؟ وقتی می رود نزد دکتر و دکتر برای او داروهایی را می نویسد که اصلا هیچ فایده نمی کند، یا با گفت خودی وزیر یک دکتری بیسواد در اونجا نشسته است، نمیدوند که بگیم که اون مزاج خودش چی جوابتی است. خب این هم تاثیر دارد. البته دکترای کسبی خوب ما داریم و این رو نباید نادیده بگیریم که امروز در کشورهای خارج، امروز در کشورهای خارج هم دکترهای خیلی موفق زیادی داریم که
فعالیت میکنن و اون اونها دختری متاسفانه تاجیکی دختر بله، هست در در شویتسیا، بله. اون سازمانی جهانی مبارزه بله. مبارزه با بیماری کودکان به نام شیفا تأسیس کرد و سرخط خبرها شد. چون این دخترهای منصف و تندوست خیلی زیاد داریم، اما متاسفانه خودی یک بخشی فساد زده شده است، از کلانها شروع کرده. پس نباید همه ما فشار بالای اون دخترهای عادی شد، بلکه باید بروند بخپید اونهایی که از با پول آمدند و با مثلا رشوه‌خوری سر قدرت آمدن یا که مسئول فلان بیمارستان شدن، اونها را باید اگنتی که ضد کروپسیا اونها را هم بازداشت کند و نه تنها فقط دختری بیچاره عادی را. خبر دیگر این است که نشریه نگاه میگوید، ادعا دارد که ما پیشتر هم گفته بودیم که تاجیک ایر، یعنی این شرکتی هوایی تاجیک ایر و فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به شکلی رفته است که به ضرر ملت تمام می شود. یعنی از فایدهش ضررش زیاد است و واقعا هم یکی این مقامات کشور گفتند که این دو مسئولینی تاجیک ایر و فرودگاه بین‌المللی با بودجه کشور 150 میلیون خسارت به بودجه در یک سال داده است. این اگنتی ضد کروپسیا کجا شد که رفته این مسئولینی که سبب چنین زیان به بودجه شدن یک بار نمیپرسد یا که تنها مراجعت کرده شود بعد اون از پی اینها می شود؟ واقعا ببینید شما اصلا تاجیک ایر این رقابت داخلی چیز است آخر. شما این رو که میدونید که سامان ایر مال یک گروه خاص است، اون باید همه رو فرو برد. در این برای اون فرق نمیکند که ملت ضرر میبیند، کشور ضرر میبیند، کی ضرر میبیند. و حالا تاجیک ایر هم با فرودگاه دوشنبه با چنین یک خساراتی روبرو میشود، میرود. چند روز بعد خواهیم شنید که این تاجیک ایر هم خصوصی شد یا اینکه زیرتابه فلان هواپیمایی شد یا با کدام شرکت فروخته شد. و اون چیزی که اکای محمد علی حیید گفتن که ما فرزندان اوگای کشور نیستیم، بسیاری در اونجا هم خودی و اوگای وجود دارد که یک شرکت اوگای است، یک شرکت خودی است. بعد شرکت های اوگای مثل ماورانه رو تاجیک ایر رو دیگر و بانکرات میشوند و مسئولینش میروند زیر روانه زندان میشوند. متاسفانه کشوری داریم که با چنین حال هست. یکی از چیزها این است که خبرهای دیگر که اکادمی علوم تاجیکستان گفته است که ما طرح برای حفظ روبل تاجیکی داریم، سومون تاجیکی داریم، پول تاجیکی داریم که از بی‌قرب شوی اون را نجات بدهد. میگوید که طرح ما ماشاءالله اینها اکادمی علوم دارد بسیار پیش می رود و میگوید که 3 میلیارد دلار ضرور است که ما این بی‌قرب شوی سامونی را نجات بدهیم. بله. 3 میلیارد دلار. 3 میلیارد دلار. همون 3 میلیاردی که مهاجرین باید وارد میکردن به تاجیکستان و به خاطر بحران ها و اینا نتوانستن وارد کنند. خب 3 میلیارد رو از کجا پیدا میکنن؟ این هم خودش جای سوال است. بله، یک سوالی که من در ذهن من اومد، من میخوام به شما بدیم. مسئولین همیشه میخواستن که یعنی پولی که مهاجرین، یعنی چند سالهای پیش میگفتن که پولی که مهاجرین میفرستد خیلی نوچیز نمایش میدادن. میگفتن که خیلی نوچیز است، ولی وقتی که این بحران آمد ثابت شد که برعکس تکیهگاه اصلی اقتصاد تاجیکستان اون پول مهاجرین است. بله. چرا اینقدر پول مهاجرین را ناچیز حساب میکردن؟ ببینید میخواستند وابستگیشون به مهاجرت به پول مهاجرین بپوشانند و یعنی اثبات کنند که میخواستند اثبات کنند که با کار کرده ایستادیم، کاری هست، یک استحصالاتی هست. با اون که همیشه در همه جا میخوندیم که در فلان جا کارخانه باز شد و همیشه میبینیم که یک کارخانه باز میشود. بله. و دیگر به یک چیزی طبیعی تبدیل شده بود تقریبا. اینکه در همیشه در اخبارها ما باز شدن کارخانه و فابریکه و نمیدونم یا جایی رو میدیدیم از طرف پرزیدنت. بله. ولی بعدش
نمیدونم یکی از دوستانم واقعا هم شوخی میکرد میگفت که او اینقدر کارخانه‌ای که پرزیدنت باز کرد اگر اینها همش کار میکردن تو حاضر ما باید کشور افغانستان و ازبکستان رو هم با کار تامین میکردیم. پس چرا ما حاضر مردم خودمون هم جای کار دادن نمیتونیم؟ و واقعا اینجا سوال دارد و من حیرانم که چرا باری نمیپرسند. اون شرکت ها و اون فابریک ها که میکشن و بسیار کس میگه که بعد چند مدت اونها از کار نمونن. بله همین است. و یعنی به هر حال این پول مهاجرینی که مثلا میفرستن خیلی در اقتصادی تاجیکستان نه اینکه مهم بلکه اهم بود. اساسی پولی تکیهگاه و عمودی اقتصاد تاجیکستان اون پلیون است. ولی متاسفانه مقاماتی محترم ما چی میگن؟ میگویند که ما تاجیکستان را فلان بسیار به جهانیان معرفی کرد، ما یک کشوری پیشرفته دموکراتی هستیم، ولی اون سازمان های بین المللی میگویند که اقتصاد تاجیکستان به دو چیز تکیه دارد، یکی پول مهاجرین و دیگر قاچاق غیر قانونی مواد مخدر. متاسفانه امام خطیبان راههای شناخت افراطگرایان را می‌آموزند. کمیته دینی تاجیکستان بعضی آموزش ها برای امام خطیبان راه اندازی کرده است که بر اساس اون باید اونها راههای رفتن جوانان به اون گروه های افراطی به سوریه و عراق را می‌آموزند. واقعا ما هم خیلی خوشحال میشیم که امام خطیبان واقعا راههای واقعی همین مسئله رو بیاموزند و بدانند که رفتن جوانان به سوریه یا که گرایش جوانان به فکرهای افراطی و این در یگان چیز دیگر نیست، در محدود شدن آزادی هاشون است، در سرکوبگری های حکومت است و در این است که نمیتونن به همون عادی ترین خواسته هایی که دینشون از اونها دارد عمل کنند. وقتی که یک کودک با یک شوقی میخواهد به مسجد برود و او را باز میدارند و او را به خاطر این تأخیر میکنند، طبیعی است که اون در فکرش دیگر با این حکومت و با این چیزها یک دیدی نیک پیدا نمیکنند. حتی اگر بخواهی هم که اون را تغییر بدی خیلی مشکل میشود. برای همین زمینه ها را از اینجا باید جستجو کنند و امیدواریم که به همین عامل های اصلی اونها پی ببرند و در بین امام خطیبان هم باشند کسانی که این عامل های اصلی رو با اون ولی از این میترسم که در این آموزشی های دینی که برای امام خطیبان راه اندازی می شود باز موضوع حزب نهضت اسلامی باشد، چنانه که این حزب را از صحنه سیاسی دور کردن، ممنوع کردن، ولی رسانه های رسمی کشور همه فکر و چیشون در باره این حزب است. اگر رسمی مباشر هم نگن، از طریق غیر مباشر میخواهند که به حزب بکنن. این است که آخر امام خطیب اونها را آزاد مونید. بله. اونها وقتی شما یعنی ارزش هایی که اونها باور دارند مثل این ازدواجی با حلال میدانند شما حرام میکنید، دیگر این امام خطیب اصلا دیگر به شما باور نمیکنند. درست است که مجبور هستند، یک مجبوریت هست، مجبور هستند، ولی صدقاً اونها هیچ به گپای شما باور نمیکنند، زیرا که روی راست با اون ارزش هایی که اونها معتقد هستند و ملت معتقد است احترام قائل نیستی و حلال خدا را حرام میکنید، منع میکنید. پس چطور این امام خطیب ها بتوانند در نرفتن جوانان یا نپیوستن جوانان به گروه های افراطی تاثیر داشته باشند؟ بله واقعا. ببین یه چیز دیگر هم هست آخه. بله. من شما حاضر گفتید، من میترسم همین امام خطیبا خودشون افراطی اعلان نشوند از طرفی در هنگامی آموختن. بله. نگن که همین شما افراطی هستید، چون اونها واقعا با چنین روندی که امروز در جامعه میبینیم اونها هم دین رو اصلا افراطگرایی میدونن. اونها دیگه اصلا با هر کی دین داره است افراطگرا است از نگاه اونها. و این مصیبت است. ما امروز در تاجیکستان، نه تنها در تاجیکستان، در اکثر دنیا واقعا هم جامعه مسلمانی، جامعه های اسلامی اسیر دو طایفه افراطی هستند. یکی دنیوی های افراطی مثل همین دنیوی های ما که تمام چیز را در اسلامیت، در حزب اسلامی و در اینها میبینن و میخواهند همه را زیر کنترل خود داشته باشند، میخواهند با زور مردم را در کنترل خود داشته باشند. و طرف دیگر گروه هایی هستند که گروه های افراطی که میخواهند فقط با اسلحه
با یراق، با زور، با خشونت این حکومت‌های خودکامه دنیوی را از بین ببرن. بله. اسیر این کی گروه شده قربان است. می‌شود؟ کی قربان شده است در این بر معتدل ها، مردم عادی، مردم بیچاره، اونهایی که واقعا هم دلشون به ملت میسوزد، به وطن میسوزد و اونها معتدل دارن های دینی و معتدل هر های گروه دنیوی. بله. اون معتدل هایی که واقعا در همین حکومت است. چقدر انسان هایی هستند که مخالف چنین اقدام های حکومت هستند. درست است. همون گونه‌ای که ما مخالف این اقدام ها هستیم، مخالف اقدام های افراطگرایی های دینی و دنیوی هستیم، در حکومت هم هستن گروه هایی که مخالف اقدام های همین دنیوی های خودشون هستند. ولی متاسفانه یک گروه مخصوصی که امروز سیاست های تاجیکستان رو معین میکند در فکر این چیزها نیست، از عواقب این چیزها اصلا با خبر نیست. هر کاری یا با خبر هست قصدن میکنند، ولی به هر حال کشور رو به ناآرامی میبرد، کشور رو به مشکلات زیاد میبرد. همونی که مردم بیچاره، کارشناسان بیچاره هزار بار میگفتن که شما به قرب شوی راه پیش راهی به قرب شوی پول ملی را با زور نمیتونید، با بستن صرافا نمیتونید، مجبور هستین که این واقعیت را قبول بکنید. ولی چیکار کردن؟ اینقدر هزارها صراف بیچاره که با صد از پول پیدا کردن، اونها را جریمه کردن، اونها را بستن، بیزنس اونها را خراب کردن و در برابرش خودشان هم مجبور شدن که این پول برن بالا. بله. و دیگر همین چیز است. وقتی که شما درباره حجاب، درباره ازدواج، درباره زندگی شخصی و ارزش‌های دینی مردم را احترام نکردید، مردم چیکار باید بکنند؟ یکی از آخرین خبری که هست این است که در تاجیکستان تشخیص DNK یعنی آغاز شده است، یعنی آغاز با کار کرده است. یکی از تشخیصگاهی DNK در تاجیکستان آغاز با کار کرده است و میگوید که ما خیلی شفاف هستیم. یعنی این تشخیص DNK اونه که پدری یک نفر را تشخیص میدهد که واقعا پدر فلان کودک او است یا دیگر است. ولی پیش از این که نبود، حکومتداران ما در مسئله اون تاجری موفق بازداشت شده که زید سیدوف در این مسئله برده بودن این چیزها رو به روسیه و از اونجا آورده بودن که علیه زید سیدوف تمام شد. ولی مدافعانی و وکیلان مدافع زید سیدوف ثابت کردن و چالش کشیدن که این چیزهایی که شما از اون روسیه آوردید دروغ است، فریب است. پس وقتی که شما میبرید در یک کشور در روسیه این کارو میکنید، در تاجیکستان که همه چیز گفته که به اجازت شما نمیشود، ما چطور مردم به شفافیت این باور کند؟ این مربوط به چهره های مخالف است. ولی اون مردم عادی، حتی در مسئله مردم عادی که و سیاست کار ندارد، ولی اونها هم دیگر شفافیت میگوید که کسی پول زیاد داد، یعنی حلنامه به فایده اون حل خواهد شد. پس واقعا به مصداقیتی انسان وقتی که مصداقیت خود را، وقتی اعتبار خود را، اعتماد خود را در نزد ملت از دست میدهد، دیگر هر روز فریاد میزند که ما شفاف هستیم، ما این هستیم، ولی ملت میداند که اینها واقعیت ندارد. شفافیت وقتی که در حق زید سیدوف بیچاره برد دروغ آوردید، کی در یک چیزی که همه چیز با دست شما میشود کی باور میکنه؟ یا اینکه اون خبری هم که خوندیم که میگفت پیشتر ما چیزی دنغره 4000 سالگی دنغره دروغ است. بله. یا اینکه در خبر دیگری هم خوندیم که میگفت درباره چیز بود، یادم رفت، میگفت که پرزیدنت رد کرده است که پیشوای ملت ضد قانون است. بله. یعنی دوباره به این چیزا رفتن. یعنی ببین اینها همش مثل چی است؟ مثل همون که یک نفر اون روز کی بود نشستیم، یک نفر نقل میکرد که وقتی که در یک طلبه در یک صنف ژورنال معلم رو میدزدن، یک کدام یکی از طلبه ها میدزدد و پنهان میکنند، بعد همه معلم همه رو میخیزوند، درست میموند، میگه که تا ژورنال پیدا نشود هیچ کس از اینجا بیرون نمیرود، درسی دیگر هم نیست. همین خیلی خلاصه همین خیلی میستند. بعد میگه که همه همینجا میموند، همه استودان همینطور. میگه خوب بگید کی گرفته است، کی گرفته است؟ میگه یک طلبه از اون طرف که همون گرفته است میگه که معلم من نگرفتم. و همه میروند، معلم همه را جواب میدهد، میگه که بیا اینجا کن، اونم میشینند، میگه که خوب بیار ژورنال بتید. یعنی که
اونی که واقعا هم یه چیزی دارد میگه مالی من نگرفتم. اونی که میدوند که مردم به شفافیتش اعتماد ندارند و مصداقیت اون زود اعلام میکند که ما شفاف. اونی که شفاف نیست میگه من شفافم. اونی که مخالف قانون است میگه نیستم. یعنی این چیزها دیگه چیزی معمولی شده است. بینندگان گرامی و برادران و خواهران عزیز، این بود برنامه بازشگب، مرور به حوادث و اخبار امروزی ملت تاجیک چی در وطن و چی در خارج از کشور. و تا بازدیدی آینده، خدا حافظ و مددگار شما باشد.